خودشناسی، نوشته آلن دواتون، ترجمه نسرین درغیزاده. بخش دوم، صداقت و خلوص. صداقت و خلوص یکی دیگر از مؤلفه‌های اصلی هویت عاطفی ما است. این ویژگی تعیین می‌کند که یک فرد تا چه حد می‌تواند آگاهانه ایده‌های دشوار و حقایق نگران کننده را بپذیرد، برایشان اهمیت قائل شود و به طور منطقی آنها را کاوش و بررسی کند. به راستی آیا از خودمان پرسیده ایم که تا چه اندازه می توانیم با خود واقعیمان روبرو شویم و آن را بپذیریم؟ به ویژه اگر خویشتن وجودیمان چندان مورد پسند و امیدوار کننده نباشد؟ چقدر باید روی سلامت عقل و روانمان تأکید کنیم؟ آیا می توانیم ذهنمان را کاوش کنیم و به زوایای آشفته و مشکل دارتر بپردازیم بدون اینکه تحت تأثیر قرار بگیریم؟ آیا می توانیم اشتباهاتمان را بپذیریم؟ آیا می توانیم به حسادت، غم و سردرگمی خود اعتراف کنیم؟ چقدر برای یادگیری از دیگران آماده هستیم؟ آیا همیشه باید حالت تدافعی داشته باشیم و انتقادهای جزئی را مانند حمله‌ای همه جانبه تلقی کنیم؟ آیا به سرعت مانعی در برابر نظرات دیگران ایجاد می کنیم؟ با توجه به اینکه درس‌های ارزشمند معمولاً با سختی و با مشقت فراوان آموخته می‌شوند، چقدر آماده یادگیری هستیم؟ روابط. سبک‌های ارتباطی در شناخت دقیق‌تر از هویت عاطفی نقش مهمی دارند. آیا می‌توانیم ناامیدی‌هایمان را در قالب کلماتی بیان کنیم که کم و بیش به دیگران در فهمیدن منظورمان کمک کند؟ یا درد و ناراحتیمان را فرو می‌خوریم و آن را به صورت نمادین نشان می‌دهیم یا بدتر از همه خشممان را سر اطرافیانمان تخلیه می‌کنیم؟ وقتی کسی ما را ناراحت می‌کند، احساس می‌کنیم ایرادی ندارد اگر حالات درونی یا غم و ناراحتی‌مان را با کسی که ناراحتمان کرده در میان بگذاریم. احساس می‌کنیم که حق داریم از آنها بخواهیم تا ما را درک کنند یا بداخلاقی می‌کنیم. به عبارت دیگر، وقتی مطابق با میلمان با ما رفتار نمی‌شود، سریع تسلیم می‌شویم و در سکوت حالتی تهاجمی به خود می‌گیریم یا می‌توانیم رفتار معقولی در پیش بگیریم. در همان حال می توانیم جدی به این فکر کنیم که طرف مقابل لزوماً شرور یا احمق نیست. می توانیم با حفظ آرامش و خونسردی به دیگران آموزش دهیم. تا چه حد می توانیم بپذیریم که دیگران هم برای اینکه ما را درک نکنند حق دارند. علاوه بر این احساس را هم داشته باشیم که می توانیم با رفتاری قابل قبول مخاطبمان را متقاعد کنیم تا دیدگاه‌هایمان را بهتر درک کرده و با ما همدلی کنند. اعتماد. وقتی صحبت از هویت عاطفی به میان می‌آید، منظور این است که اعتماد به احساسات غریزی مربوط می‌شود و ما انسان‌ها تا چه حدی اطرافیان و دنیای پیرامونمان را بر اساس غریزه خطرناک و یا ایمن می‌دانیم و می‌توانیم بنابر ظرفیتمان در رویارویی با چالش‌ها و پشت سر گذاشتن موانع و نابسامانی‌های پیش رو به توانایی‌هایمان اعتماد کنیم. از نظر تئوری می‌دانیم که لزوماً یک سخنرانی، بررسی یک عملکرد، ناکامی در روابط با جنس مخالف یا یک مشکل مالی زندگیمان را تهدید نخواهد کرد. اما اگر قرار باشد بر روح و روان ما اثر سوء و مخربی داشته باشد، می‌تواند خطر بزرگی محسوب شود. همه می‌دانیم که رویارویی با موقعیت‌های استرس‌زا بدیهی و اجتناب ناپذیر است. اما سطح کلی درگیری با آن موقعیت به خود فرد بستگی دارد. مثلا در هر موقعیت چقدر به فاجعه نزدیک هستیم؟ آیا به دیگران شک داریم و حس می‌کنیم می‌خواهند به ما آسیب برسانند؟ آیا می‌توانیم به غریبه‌ها اعتماد کنیم؟ آیا به طور کلی تصور می‌کنیم افرادی که به تازگی با آنها آشنا شده ایم ما را دوست دارند یا به دنبال موقعیتی هستند تا در هر فرصت به ما ضربه بزنند؟ دیگران چقدر شکننده هستند؟ اگر با آنها بدرفتاری کنیم، مقابله به مثل می‌کنند یا اینکه نادیده می‌گیرند و از کنار ماجرا می‌گذرند؟ سطحی از اعتماد در رابطه با جنس مخالف
تعیین کننده میزان اضطراب و نگرانی‌های ما در مورد آینده رابطه‌مان است. سرانجام چه خواهد شد؟ اگر علاقه‌اش به من کم شود و بخواهد ترکم کند چه؟ اگر ترکم کند چه؟ تصور کنید اگر فرد مورد علاقه‌تان حاضر نباشد رابطه‌اش را با شما ادامه دهد. چقدر زجر می‌کشید؟ چقدر باید کنترل کننده باشید؟ آیا چنین رفتار کنترل کننده‌ای نشان از عدم اعتماد اساسی به طرف مقابل است؟ چقدر می‌توانیم ریسک کنیم؟ آیا می‌توانیم با یک غریبه با ظاهر جذاب و دلربا ارتباط برقرار کنیم؟ در محل کار چقدر مقاوم و انعطاف پذیر هستیم؟ شکست اصلا چیز خوشایندی نیست. اما آیا جهان آنقدر بخشنده است که شانس دوم و سومی به شما بدهد؟ آیا احساس می کنیم که جهان به اندازه کافی بزرگ و غنی است که بتوانیم برای دستیابی به اهداف و آرزوهای خود تا سرحد جان تلاش کنیم؟ یا صرفاً باید با فروتنی و خضوع فقط به دیگران خدمت کنیم؟ آزمون هویت عاطفی. نحوه عملکرد ذهن طوری طرح‌ریزی شده که نمی‌توانیم با مطرح کردن پرسش‌های مستقیم از هویت عاطفی خود رمزگشایی کنیم. باید سوالات کوتاه‌تری مطرح کنیم و بدون مکث به آنها پاسخ بدهیم تا در نهایت بتوانیم فیلترهای منطقی ذهن را دور بریزیم. بعد باید به عقب برگردیم و پاسخ‌هایمان را بررسی کنیم تا تصویری قابل قبول از هویت واقعی خود را ببینیم. به این پرسشنامه دقت کنید. و هر یک از عبارات زیر در مقیاس 1 تا 5 نمره بدهید. هویت عاطفی: 1. درست نیست. 2. خیلی درست نیست اما شاید بخشی از آن درست باشد. 3. نمیدانم، شاید بله، شاید نه. 4. تا حدودی درست است اما چند استثنا هم وجود دارد. 5. بله درست است. عشق به خود: 1. اگر مردم خود واقعیم را بشناسند شوکه میشوند. 2. شاید خجالت‌آور باشد که بپرسم دستشویی کجاست؟ 3. هنگام برقراری رابطه با جنس مخالف اگر شخص مورد علاقه‌تان متقابلاً به شما ابراز علاقه کند تا حدودی مضطرب می‌شوید. 4. گاهی اوقات از خودم متنفر می‌شوم. 5. احساس می‌کنم دیگران فقط به خاطر موفقیت‌ها و دستاوردهایم به من احترام می‌گذارند. صداقت و صراحت: 1. مردم بیش از حد به فکر کردن تمایل دارند. 2. آدم حسودی نیستم. 3. اصولاً بسیار عاقل هستم. 4. اصولاً به ابراز نظرها اهمیتی نمی‌دهم اما اکثر نظرهایی که درباره‌ام داده‌اند واقعاً دور از انتظارم بودند. 5. این روزها چرندیات زیادی می‌شنوم. روابط: 1. افرادی که با آنها در ارتباط هستم طبیعتاً باید احساساتم را درک کنند. 2. وقتی احساس می‌کنم در روابطم دچار سوء تفاهم شدم، دوست دارم تنها باشم. 3. معلم خوبی نیستم. 4. هر از گاهی قهر می‌کنم و رابطه را به هم می‌زنم. 5. وقتی سعی می‌کنم توضیح بدهم، طرف مقابل به ندرت متوجه منظورم می‌شود. اعتماد: 1. انگار قرار نیست اوضاع درست شود. 2. نگران سلامتیم هستم. 3. دنیای ما بسیار آسیب‌پذیر است. 4. گاهی وقتی کسی دیر می‌کند فکر می‌کنم نکنه مرده باشد. 5. باید حواسم را جمع کنم چون بعضی سعی می‌کنند از من کلاهبرداری کنند. حالا وقت آن است که نمره‌های خود را بشمارید. هرچه نمره کمتر باشد، آن ویژگی در شما کیفیت بالاتری دارد. هرچه نمره بالاتر باشد، عشق به خود، صراحت، صداقت، مهارت ارتباطی و اعتماد در شما ضعیف است و کیفیتی پایین دارد.
میراث عاطفی چه چیزی باعث ایجاد هویت عاطفی می شود؟ چرا هر یک از ما هویت عاطفی مخصوص به خودمان را داریم و نه هویتی دیگر؟ پاسخ به این پرسش را باید در علم ژنتیک جستجو کنیم. از دیدگاه علم ژنتیک، هر یک از ما از طریق فرآیندهای بسیار پیچیده، وراثت ژنتیکی خاصی داریم که این وراثت شخصیتمان را در بزرگسالی شکل می‌دهد. منظور این نیست که ژنتیک بی‌تأثیر است، اما توجهتان را به نوع دیگری از وراثت متمرکز کنید. میراث عاطفی طی قرن‌های متمادی یکی از مشخصه‌های نجیب‌زاده‌های اروپایی تصویری استادانه و تمام و کمال از شجره خانوادگی آنها بود که نسل به نسل نسبتشان را نشان می‌داد. آنها عقیده داشتند شخصی که در پایین این درخت قرار گرفته، همان نسل‌های جدید، وارث همه کسانی هستند که قبل از او در این خاندان به دنیا آمده بودند. یک راهنمای تصویری سریع برای آنکه بدانند چه کسانی هستند و اصل و نسبشان به چه کسی میرسد. اگر دو نجیب زاده قصد داشتند با هم ازدواج کنند، در ابتدا با دقت شجره‌نامه‌های خانوادگی هم را بررسی می‌کردند. به نظر می‌رسد مسئله عجیب و غریب میراث خانوادگی کاملاً با نسل‌های گذشته گره خورده است و صرفاً برای اعضای خانواده‌های بزرگ و قدیمی مهم بوده است. اما شاید هنوز هم برای بعضی از اشخاص ایده وجود چنین درختی یک دغدغه اساسی باشد. همه ما صرف نظر از وضعیت مالی و ارزش‌ها و منزلت خانوادگی، میراث مهم دیگری داریم که باید با آن دست و پنجه نرم کنیم. هر یک از ما با مجموعه ای از میراث عاطفی سر و کار داریم که تا حد زیادی برای ما ناشناخته است. با این وجود در شکل دهی به رفتار روزمره‌مان بسیار تاثیرگذار است. اگرچه معمولاً نمودهای منفی یا پیچیده دارد. قبل از اینکه با استفاده از دستورالعمل‌ها و رسم و رسوم منسوخ و به درد نخور زندگی خود و دیگران را خراب کنیم، باید میراث عاطفی خود را از جنبه‌های گوناگون بشناسیم و درک درستی از آنها داشته باشیم. بدیهی است که برخی از خصلت‌های روحی که از خانواده خود به ارث می‌بریم، می‌توانند مثبت باشند. مارکوس اورلیوس، فیلسوف و امپراتور روم، مراقبه‌های خود را با فهرستی تکان دهنده از ویژگی‌های مثبتی که از نزدیکان خود آموخته بود آغاز کرد. از پدربزرگم وروس، اخلاق نیکو و خویشتن‌داری و خلق و خوی پسندیده را آموختم. از پدرم فروتنی و مردانگی را آموختم. از مادرم پارسایی، بخشندگی، سخاوت و پرهیز از کردار و پندارهای شیطانی، ساده‌زیستی و دوری از عادتهای مرسوم ثروتمندان و اغنیا را آموختم. تعداد کمی از ما به این اندازه خوششانس هستیم، چون در کنار خصلت‌های مثبت چیزهایی به ارث می‌بریم که مقابله با آنها، به خصوص در زمینه روابط عاطفی و مسائل شغلی، کار را بسیار سخت‌تر می‌کند. اگر تمرین مارکوس اورلیوس را تکرار کنیم، ممکن است چندان خوشایند نباشد. از مادرم یاد گرفتم که زود عصبانی شوم و در برابر سوء تعبیر دیگران منفعلانه عمل کنم. از پدرم یاد گرفتم که خودم را فقط بر اساس دستاوردهای ظاهریم قضاوت کنم. بنابراین در مواجهه با شکست‌ها و ناکامی‌های زندگی وحشت زده و سرخورده می‌شوم. در مواقعی بسیاری از خصلت‌های ذاتی ما خلاف خیر و صلاحمان عمل می‌کنند، چون منطق آنها از زمان حال و زندگی کنونی ما نشأت نمی‌گیرد و با آن سازگاری ندارد، بلکه بر اساس تکرار رفتار و انتظاراتی شکل گرفته که در دوران کودکی آموخته‌ایم و در مواجهه با موقعیت‌های خطیر و پیچیده‌ای که فراتر از توان ما بود، چاره‌ای نداشتیم جز اینکه همان رفتارها را تکرار کنیم و با این شیوه از خود نابالغمان دفاع کنیم. متاسفانه انگار بخشی از ذهنمان متوجه این تغییر نشده است، اما اصرار دارد که دوباره همان مانور اصلی دفاعی را حتی در مقابل مردم یا در لحظاتی که آن را تایید نمی‌کند اجرا کنیم. به عنوان مثال، ممکن است در مواقعی حتی اگر والدینمان غفلت کنند
و گاهی اوقات خشونت به خرج دهند، با تکیه بر جنبه خوب و مثبت این امر بخواهیم توجه آنها را به خودمان جلب کنیم. از نظر ما این یک رفتار منطقی است. مثلا برای یک کودک 3 ساله گزینه‌های کمی وجود دارد. با این حال اگر بخواهیم همچنان بر این ذهنیت پافشاری کنیم که محبت با خشونت، بی‌توجهی و غفلت در هم آمیخته و به آن وابسته است، در واقع مشکل بزرگتری ایجاد کرده ایم که خودش را در بزرگسالی و هنگام انتخاب شریک زندگی نشان می‌دهد. میراث عاطفی جزئی جدایی ناپذیر از وجود چون در شرایطی به ما به ارث رسیده است که بسیار به دیگران، یعنی همان والدین، وابسته هستیم. ما در سالهای اولیه زندگی به شدت آسیب پذیر هستیم. کاملا تحت تأثیر محیط و جو حاکم قرار داریم. نمی توانیم درست حرکت کنیم، صحبت کنیم یا خودمان را مهار کنیم. نمی توانیم خودمان را آرام یا متعادل کنیم. نمی توانیم به درستی احساساتمان را بروز دهیم و هیچ ابزار دفاعی مناسبی در برابر آنچه به ما آسیب میرساند نداریم. ما حتی نمی توانیم افکارمان را جمع و جور و متمرکز کنیم و از زبان دیگران نیازهایمان را توضیح و تفسیر می کنیم. حتی در خوشبینانه ترین شرایط که ظاهراً همه چیز رو به راه بود و همه با حسن نیت رفتار می کردن، تعداد کمی از ما موفق شدند از آسیبها و ناملایمات به سلامت عبور کنند. رواندرمانگرها برای به تصویر کشیدن میراث عاطفی از اصطلاح خاصی استفاده می کنند. انتقال. به نظر آنها خواه ناخواه همگی ما در معرض خطر انتقال الگوهای رفتاری و احساسی از گذشته به حال هستیم. مثلا احساس می کنیم باید افرادی را که مقصر نیستند مجازات کنیم. مدام نگران این هستیم که مبادا توسط شخص یا اشخاصی تحقیر شویم. احساس می کنیم مجبوریم خیانت کنیم. همانطور که 3 دهه قبل به ما خیانت شده است. در حالت ایدئال می توانیم در رابطه با اینکه دقیقاً چه چیزی را حتی از چه کسی به ارث برده ایم انباری از اطلاعات جمع کنیم. یک نوع شجره‌نامه عاطفی برای نشان دادن مسائلی که به نسل‌های امروز منتقل شده اند و می توانند زندگی امروزمان را مختل کنند. روشی برای مقابله با میراث عاطفی. پذیرفتن اینکه همه ما در انتقال‌های متعدد درگیر هستیم لازمه بلوغ است. ما فقط تلاش می‌کنیم تا آنها را به طرز عقلانی از هم تفکیک و واکاوی کنیم. بالغ شدن به این معنی است که با فروتنی کامل مسئولیت‌های خودمان را بپذیریم و انتقاد پذیر باشیم تا بتوانیم ظرفیتمان را برای قضاوت منصفانه تر افزایش دهیم و در هر موقعیتی بی‌طرف باشیم. هدف نهایی این است که به طور منطقی بررسی کنیم که ریشه مشکلاتمان از کجا نشأت می‌گیرد و در چه زمینه‌هایی از زندگی باید احتیاط کنیم و وسواس بیشتری داشته باشیم. شجره‌نامه‌های خانوادگی به طور سنتی صرفاً منبعی برای کسب اطلاع آیندگان از گذشته خانواده نبود، بلکه افرادی از خارج خانواده هم می توانستند برای کسب اطلاعات به عنوان یک سند موثق و معتبر از شجره‌نامه استفاده کنند. یک شجره‌نامه عاطفی هم می تواند ارزش مشابهی داشته باشد. زیرا به سبک استفاده قدیمی از شجره‌نامه، 2 نفر که حالا می‌خواهند با هم رابطه برقرار کنند، می‌توانند با استفاده از شجره‌نامه عاطفی به شناخت بهتری از هم برسند و چه بسا به واسطه این شناخت از وقوع بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات در آینده پیشگیری کنند. می‌توانند حس همدردی را بهتر تقویت کنند و از آزردن و قضاوت هم خودداری کنند. به این ترتیب متوجه می‌شویم که همیشه محرک‌های ناگهانی اضطراب یا خشم در دیگران مستقیما توسط ما ایجاد نمی‌شود و بنابراین نباید همواره به شدت و با خشم به آنها واکنش نشان دهیم. سرزنش و محکوم کردن می‌تواند با دلسوزی و همدلی جایگزین شود. در یک دنیای مطلوب و عاری از عیب و نقص، 2 نفر در اولین دیدارشان با کمال دقت و ظرافت شجره‌نامه خانوادگی هم را که به عنوان میراث عاطفی من آماده شده با هم مبادله می‌کنند.
همچنین این شجره‌نامه می‌تواند به عنوان یک مدرک در جشن عروسی همراه فرد باشد و یا آن را هنگام استخدام در رزومه‌اش قرار دهد. داشتن یک میراث عاطفی پیچیده به هیچ وجه مایه شرمساری نیست، بلکه آگاهی از پیچیدگی‌ها و جنبه‌های گوناگون شخصیت مزیت محسوب می‌شود. ما به آدم‌های کامل نیاز نداریم، بلکه به افرادی نیاز داریم که بتوانند به موقع و پیش از آنکه نقایص و کاستی‌های موروثیشان دردسرساز شوند، به آنها واقف باشند و با آرامش خاطر در موردشان حرف بزنند. باید مدت‌ها کار و تمرین کنیم تا به طور کامل به میراث عاطفی‌مان دست پیدا کنیم. سوال‌های زیادی باید از خودمان بپرسیم و این مستلزم تمرین و کار زیاد است. بنابراین ارزشش را دارد که بدانیم میراث عاطفی ما چه تأثیری بر هویت کنونیمان گذاشته و چطور آن را شکل داده است. این تمرین درمانی 3 مزیت عمده دارد. 1. با انجام این تمرین متوجه می‌شویم که در چه موقعیت‌ها و شرایطی رفتارهای ناپسند و تا حدودی ناهنجار از خودمان نشان داده‌ایم، مثل گیج کردن دیگران و یا عکس‌العمل‌های نامناسب. به این ترتیب می توانیم قبل از اینکه آسیب بیشتری وارد کنیم و اوضاع را خرابتر کنیم، خودمان را کنترل کنیم. همچنین می توانیم با ریشه یابی ضعف‌ها دنبال راه چاره برای رفع مشکل باشیم. نباید از خودمان متنفر باشیم، بلکه باید سعی کنیم با خودمان مهربانتر باشیم و دائم به خودمان یادآوری کنیم که می توانیم با تمرین کردن خودمان را اصلاح کنیم و با خصلت‌های ناپسندمان مقابله کنیم. 2. با آرامش بیشتری درباره خودمان صحبت کنیم. حتی اگر نتوانیم کاملا خودمان را تغییر دهیم، دست کم می توانیم موارد چالش برانگیز رفتارمان را مشخص کنیم. اگر خودمان را بهتر بشناسیم، به دیگران هم کمک می کنیم تا با همدلی بیشتری ما را درک کنند. 3. به تدریج با انجام این تمرین‌ها متوجه می‌شویم که تا اندازه‌ای از آزادی عمل و فرصت‌هایی برخوردار هستیم که بتوانیم جنبه‌های نامطلوب شخصیتمان را خیلی محدود اما مفید تغییر دهیم. مجبور نیستیم دقیقاً همان کارهای سابق را دوباره تکرار کنیم، چون گزینه‌های بیشتری در اختیار داریم. پرسشنامه میراث عاطفی. هویت عاطفی هر یک از ما تاریخچه‌ای دارد، چون از خانواده‌مان به ما رسیده است. آگاهی از میراث عاطفی کمک می‌کند تا مراقب رفتارهای خاصمان باشیم، رفتارهایی که شاید برای برخی عجیب و غریب باشند. به این ترتیب می‌توانیم با خودمان همدردی کنیم و ویژگی‌های شخصیتیمان را برای دیگران توضیح دهیم و تا حدودی آنها را تعدیل کنیم. در این بخش می‌خواهیم ارکان جنبه‌های ارثی و خانوادگی هویت عاطفیمان را بررسی کنیم. عشق به خود. احساس می‌کنید که دیگران شما را دوست دارند؟ تا چه اندازه می توانید خود واقعیتان را به دیگران بشناسانید؟ می توانید شکست‌هایتان را بپذیرید؟ احساس گناه می کنید و دچار عذاب وجدان شده اید؟ احساس سرفکندگی می کنید؟ چطور؟ با خصلت‌های ناپسندتان چطور برخورد می کنید؟ صداقت و صراحت. مجبورید رفتاری عادی داشته باشید؟ اطرافیانتان به ترس‌ها و غم‌هایشان اعتراف می کنند؟ نظر دیگران برای شما اهمیت دارد؟ روابط. دیگران با صبر و حوصله و شفاف با شما ارتباط برقرار می کنند؟ اجازه دارید که احساس واقعیتان را با دیگران در میان بگذارید؟ اعتماد. اطرافیانتان به امور دنیوی اعتماد دارند؟ به شدت وحشت زدند؟ آیا دائما عصبی هستند و از کوره در می روند؟ چقدر نگران سلامتی شما هستند؟ موقع جواب دادن به پرسشنامه آرامشتان را حفظ کنید و با خودتان همدردی کنید. اگر با مشکلی مواجه شدید، صبور باشید. جواب هر پاسخ ممکن است در حد یک رمان یا حداقل یک داستان کوتاه باشد.
فصل چهارم: صداقت و عدم پذیرش. یکی از موانع اصلی در مسیر خودشناسی و شکوفایی زندگی تمایل بخشی از ذهن به دروغ گفتن به بخش دیگر است. ما به دلیلی که ممکن است به نظر بسیاری قابل درک باشد به خودمان دروغ میگوییم. مثلا میخواهیم درد و رنجمان را کم کنیم. پس در تغییر مسیر و راندن افکار مزاحم به ناخودآگاه خبر میشویم. زیرا زودرنج و به اصطلاح نازک نارنجی هستیم. به طور خاص تمایل داریم تا در این مورد به خودمان دروغ بگوییم. 1. چیزهایی در زندگی که باید تغییرشان دهیم. در مورد تمام جنبه‌های مشکل‌ساز زندگی که تغییر دادنشان نیازمند تلاشی قابل توجه است، دروغ می‌گوییم. شغلمان، روابطمان، دوستی‌هایمان، روابطمان با خانواده‌مان، سلامتیمان، عادت‌ها و عقایدمان. 2. چیزهایی که ممکن است تصورمان را از خودمان مختل کنند. دروغ می‌گوییم چون تمایل داریم در ذهنمان خودمان را فردی شایسته و موجه مجسم کنیم. فردی بدون هیچگونه افکار انحرافی و یا عجیب و غریب. 3. چیزهایی که واقعاً آرزویشان را داریم اما نمی‌توانیم به آنها برسیم. دروغ می‌گوییم چون نمی‌خواهیم احساس بی‌کفایتی کنیم و در عین حال به این دلیل که کمبودهای زیادی داریم. 4. چیزهایی که به خاطر آنها از دست دیگران عصبانی شده ایم. دروغ میگوییم چون از افراد خاصی که دوستشان داریم عصبانی هستیم. دروغ میگوییم چون چیزی که باعث خشممان شده است برای یک فرد بزرگسال بسیار بی اهمیت و ناچیز به نظر می رسد. با توجه به اینکه در نظرمان رویارویی با واقعیت‌های زندگی تا حدودی خطرناک جلوه می‌کنند، تصور می‌کنیم باید یاد بگیریم که در فریبکاری استاد باشیم. در این میان ترفندهایمان بسیار گسترده، خبیثانه و اغلب خلاقانه هستند. اینها برخی از ترفندهایی هستند که از آنها برای گول زدن و فریب دادن خودمان استفاده می‌کنیم. حواس پرتی یا عادت به چیزی. همواره دنبال چیزی هستیم که بتواند به طور مؤثر حواسمان را پرت کند و افکار نگران کننده و عذاب‌آور را ولو برای چند ساعت از ذهنمان دور کند. اما بیشتر آنها را به این دلیل دوست داریم که می توانیم چند ساعتی به آنها پناه ببریم و از شر افکار مزاحم و عذاب‌آور خلاص شویم. شادی جنون‌آمیز. غم و اندوهی که نتوانستیم به وجودش اعتراف کنیم، اغلب با مقدار اقرارآمیزی از شادی جنون‌آمیز پوشانده می شود. آنقدر خوشحال نیستیم که به خودمان اجازه دهیم حتی کوچکترین غم و اندوه خود را برملا کنیم، چون می ترسیم این غم و اندوه فروخورده عاقبت ما را از پا در بیاورد. در نتیجه می خواهیم همه چیز را خوب جلوه دهیم و بگوییم مشکلی نیست. این خیلی دوست داشتنیه، مگه نه؟ و تا جایی پیش می رویم که هیچ نظر مخالفی را نپذیرفته و جایی برای نظرهای مخالف باقی نمی گذاریم. تحریک پذیری. فرض کنید کسی شما را عصبانی کرده و یا از چیزی خشمگین شده اید. اغلب سعی می کنید خشمتان را انکار کنید که در نتیجه آستانه تحملتان پایین آمده و خودش را به صورت پرخاشگری بروز می دهد. دروغی که به خودمان گفته ایم به قدری حرفه‌ای و کارساز است که واقعا نمیدانیم چه خبر شده است. بله، درست است. خشم و عصبانیتمان به حد انفجار رسیده است. مثلا یک نفر کنترل تلویزیون را جایی گذاشته که نمیتوانیم پیدایش کنیم. یا مثلا در یخچال تخم مرغ نداریم. یا مبلغ قبض برق کمی بیشتر از حد انتظار شده است. هر چیزی ولو بی اهمیت می تواند ما را عصبانی کرده و از کوره در ببرد. مغزها به قدری از چیزهای خسته کننده و آزاردهنده پر شده است که هیچ فضایی برای تمرکز روی موضوعات اصلی و بسیار غم‌انگیز باقی نگذاشته ایم. تحقیر. به خودمان میگوییم که فلان موضوع برایم اهمیتی ندارد، خواه مسائل عاطفی باشد یا سیاست، موقعیت شغلی یا تحصیلات عالی، آن دانشجوی زیبا یا خانه‌ای که هیچ وقت نمیتوانیم داشته باشیم. به شدت روی بی‌علاقگی و تحقیر خودمان از این طریق تاکید می‌کنیم. تمام تلاش خودمان را می‌کنیم تا به دیگران و خودمان بفهمانیم
که چقدر به این مسائل بی‌توجه هستیم. نباید اشتباهی وجود داشته باشد. اساساً و مطلقاً اهمیتی قائل نیستیم. این کاملاً احمقانه است. هدر دادن پول است. ممکن است در مورد اینکه چرا چیزی ما را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و جذابیتی برایمان ندارد بحث و مژاجره کنیم. بسیار منطقی صحبت می‌کنیم و رفتار معقولی داریم. در دفع هر ایده‌ای که ممکن است ما را به چیزی علاقه‌مند نشان دهد، بسیار هوشمندانه عمل می‌کنیم تا دفاع از چیزی که واقعاً دوستش داریم. عیب‌جویی و سانسور. نسبت به نوع خاصی از رفتارها و افراد بهانه‌جویی می‌کنیم و عمیقاً با آنها مخالفت می‌کنیم. دلیل اصلی تمام این بهانه‌ها در این نکته خلاصه می‌شود. می‌خواهیم حواسمان را از واقعیت پرت کنیم. چون بخشی از ما واقعاً چیزی را که منشأ بهانه‌گیری‌ها است دوست دارد. مثلا به برخی از تمایلات جنسی خاص حمله می‌کنیم و به آنها برچسب‌های ناجور می‌زنیم. دقیقاً به این دلیل که کم و بیش می‌دانیم در جایی در درونمان به آنها گرایش داریم. وقتی افراد خاصی دستگیر یا در مطبوعات بی‌آبرو می‌شوند، خوشحال می‌شویم. از نظر ما، کاری که آنها انجام دادند کاملاً ناپسند و غیر اخلاقی بوده. اما در عین حال این برآشفتگی و خشم دروغین ابزاری است که از ما در برابر هر گونه خطری مبنی بر اینکه مبادا بین آنها و ما وجه اشتراکی باشد محافظت می‌کند. زمانی که احساس خوبی نداریم، آن را به شخص دیگری ربط می‌دهیم. گویی می‌خواهیم آن شخص به خصوص را مقصر ناکامی‌هایمان جلوه دهیم. به جای اینکه بپذیریم این احساس بخشی از وجود خودمان است، خودمان را متقاعد می‌کنیم که این نوع احساس فقط در افراد دیگر وجود دارد و برای ثابت کردن نظرمان دائما از آنها عیب‌جویی کرده و به آنها حمله می‌کنیم. به این مثال توجه کنید. شاید شریک زندگیتان شروع کند به صحبت در مورد یک مهمانی که توسط یک فرد نسبتاً مشهور برگزار شده است. شما از این موضوع هیجان زده می‌شوید، اما از این ذوق زدگی می‌ترسید. زیرا قرار است فردی طرفدار مساوات و بسیار مقرراتی باشید. بنابراین نباید در آن مهمانی شرکت کنید. پس به این نتیجه می‌رسید که حقیقتاً فقط شریک زندگیتان تمایل دارد که به این مهمانی برود و سپس به همسرتان برچسب جاه طلب حریص می‌زنید و او را متهم می‌کنید که صادق و راستگو نیست. به این ترتیب شما فرد مناسبی را پیدا کرده اید که می توانید خواسته های غیرقابل قبول خود را بر سرش آوار و خشم و عصبانیتتان را تخلیه کنید. حالت دفاعی. هنگامی که اخبار ناخوشایندی میشنویم، ممکن است به یک تاکتیک انحرافی بسیار موفق متوسل شویم. اهانت. یکی از همکاران سعی می کند نظرش را درباره ما بگوید. فوراً او را بی‌ادب، متکبر و گستاخ متهم می کنیم. شریک زندگیمان به چیزی اشاره می کند و ما عصبانی می شویم که نکند دوباره بخواهد ما را تحت فشار قرار دهد تا به مقصودش برسد. حس مورد توهین قرار گرفتن تمام توجه ما را به خود معطوف کرده است. آبها را گلالود می کند. دیگر لازم نیست به اطلاعاتی که صحیح اما چالش برانگیز است توجه کنیم. بدبینی یا ناامیدی. ما از چیزهای خاصی ناراحت هستیم، اما مواجهه با آنها آنقدر سخت است که ناراحتیمان را به چیزهای دیگر تعمیم می دهیم. نمیگوییم که فلان شخص یا فلان چیز ما را ناراحت کرده است، بلکه دائم بهانه‌جویی می‌کنیم و به همه چیز و همه کس گیر می‌دهیم و بعد می‌گوییم این دیگر چه زندگی است. درد و رنجمان را به اطرافیان تسری می‌دهیم تا علل خاص و عوامل اصلی در کانون توجه نباشد. به بیان استعاری، غممان در میان شلوغی گم می‌شود. امکان دارد این عقیده که ما با خودمان صادق نیستیم به ویژه چندان منطقی و قابل قبول به نظر نرسد، اما وقتی که از این کار احساس رضایت می‌کنیم، پس چرا نباید دروغ بگوییم؟ اگر تحمل حقیقت این همه طاقت فرساست، چه اشکالی دارد که آن را کتمان کنیم و خودمان را بزنیم به آن راه؟
اصلا چرا باید حقیقت الزاماً خوب باشد؟ معایب دروغ گفتن به خود. در نهایت دفاع از صداقت باید یک دفاع احتیاطی و خودخواهانه باشد. به این دلیل ساده که اغلب بهای گزافی را برای آرامش کوتاه مدت حاصل از دروغ‌هایمان می‌پردازیم، باید در زمانی که می‌توانیم به خودمان حقیقت را بگوییم. فرصت‌های مهمی را برای پیشرفت و یادگیری از دست می‌دهیم. چیزهایی که انکارشان می‌کنیم دردناکند، اما در واقع همانهایی هستند که به طور بالقوه برای رشد و پیشرفتمان بسیار حیاتی هستند. اگر می توانستیم برای مدتی از نگاه کردن به افراد برهنه، مشروب خوردن یا گوش دادن به اخبار دست بکشیم و صرفاً به زندگی خودمان بپردازیم و به اصطلاح سرمان توی لاک خودمان باشد، ممکن است به تدریج وضعیت بهتر و مطلوبی داشته باشیم. اگر می توانستیم بپذیریم که تمایلات خاصی داریم، حتی اگر در نهایت به همه آنها دست پیدا نکنیم، باز هم می توانیم به بخشی از آنها برسیم و یا آنها را با چیزهایی مشابه جایگزین کنیم. اگر می توانستیم با خواسته های عجیب و غریبمان روبرو شویم، یاد می گرفتیم که در ذهنمان آزادانه تر حرکت کنیم و با طیف وسیع تری از افکارمان سر و کله بزنیم که در این صورت می توانست ما را خلاقتر و جذابتر کند. اطرافیانمان تمایل زیادی به معاشرت با ما نشان نمی‌دهند. شاید متوجه نباشیم که رفتارمان بسیار تدافعی است، اما اغلب عواقب آن به روشنی روی اطرافیانمان تأثیر می‌گذارد. روی آنهایی که از تحریک پذیری، غم و اندوه، نشاط و شادی تصنعی یا منطق و دلیل تراشی‌های تدافعی ما رنج می‌برند و لطمه می‌بینند. ما ناعادلانه عمل می‌کنیم، منصف نیستیم، بنابراین آنها عقب نشینی می‌کنند و از ما فاصله می‌گیرند. در نتیجه منزوی و تنها می‌شویم. علائم ناخوشایند و مضری از خود نشان می‌دهیم. بالاخره حقیقت آشکار خواهد شد و وقتی اجازه نمی‌دهیم آشکار شود، معمولاً از طریق علائم غیر ارادی یا اغلب جسمانی خودش را نشان می‌دهد. بیخواب شده یا به ناتوانی جنسی مبتلا می‌شویم. به تیک‌های عصبی دچار می‌شویم و لکنت زبان می‌گیریم. در خواب جیغ می‌زنیم. انرژیمان کم می‌شود و افسرده می‌شویم. می‌توانیم در تمرین راستگویی از برخی تکنیک‌های خاصی که برای بازپروری بزهکاران مورد استفاده قرار می‌گیرد استفاده کنیم. باید شدت شرم و خطر ناشی از اعتراف را کاهش دهیم تا شانس بازپروری را افزایش دهیم. برای اینکه بتوانیم با شجاعت و صراحت با خودمان روبرو شویم، به حس وسیع‌تر و اطمینان بخشتر از آنچه متعارف و معمول است نیاز داریم. البته طبیعی است که آدمی حسود، گستاخ، شهوتران، ضعیف، محتاج، لوس، اهل خودنمایی، وحشت‌زده و غمگین باشیم. هیجان زده شدن توسط افرادی که از ما جوانتر و یا بزرگتر هستند چیز بدی نیست. همان گونه که ماجراجویی‌ها و شیطنت‌های گاه بیگاه هم شاید چندان نامتعارف و غیر معمول نباشد. اگر گاهی اوقات با نشانه‌هایی از کم توجهی یا بی‌علاقگی از شریک زندگیتان روبرو می‌شوید، لازم نیست نگران باشید، چون این رفتارها کاملاً طبیعی هستند. گاهی اوقات امکان دارد رفتارهای عجیب و غریبی از ما سر بزند. نگران نباشید. همه اینها عادی هستند. طبیعی است که از نظر حرفه‌ای امیدهایی بسیار فراتر از دستاوردهایمان داشته باشیم. اصلا عجیب نیست که به دیگران حسادت کنیم و از هر نوع انتقادی از کار یا عملکردمان می شود ناراحت شویم و یا آنقدر غمگین باشیم که به خودکشی یا فرار فکر کنیم. تا این حد آزادانه و صادقانه فکر نمی کنیم، چون می ترسیم که هرگز نتوانیم از چنین اعترافاتی سربلند بیرون بیاییم. اما اذعان به وجود یک احساس به این معنی نیست که
در برابر آن سر تسلیم فرود آورده ایم. اعتراف به یک رویا پردازی یا یک خواسته لزوماً به معنای انجام آن نیست. در واقع معمولاً نشانه ای از جایگزین کردن چیزی برای انجام آن است. اگر درک درستی از فرایند خودفریبی داشته باشیم، به راحتی می توانیم گره از بسیاری از مشکلاتمان باز کنیم. متوجه می شویم که آنها هم درگیر مشکلاتی مشابه ما هستند. مثلا در مواقعی که احساس می کنند آسیب پذیر شده اند. غالباً چیزهایی می گویند که با احساسات یا خواسته های واقعیشان همخوانی ندارد. یا وقتی احساس حقارت می کنند، حرفهای متکبرانه می زنند. شاید به این دلیل که رفتارشان بیانگر تمایلات واقعیشان نیست، آنها را ببخشیم و واکنش شدیدی نشان ندهیم. این طرز برخورد ناپسند و بد نیست، بلکه حرکتی مهربانانه است که به ما انرژی می‌دهد تا در مواجهه با رفتارهایی که در ابتدا شاید ناخوشایند و هراس‌انگیز باشد، دلسوزانه‌تر رفتار کنیم. تمرین: آزمونی برای راستگویی. فهرست زیر شامل برخی رفتارهای تدافعی و خودفریبانه است. حواس پرتی عادت به چیزی، شادی جنون‌آمیز، تحریک پذیری، تحقیر، عیبجویی و سانسور، حالت دفاعی، بدبینی یا ناامیدی که همه ما همیشه آنها را تمرین می‌کنیم. می توانید رفتار خاصی را به یاد بیاورید که به طرز آگاهانه از آن به عنوان استراتژی استفاده کرده باشید؟ سعی می کردید چه چیزی را پنهان کنید؟ اگر این تمرین را به صورت گروهی انجام دهید، کارایی بیشتری خواهد داشت، چون این احساس که ما همیشه تنها هستیم، دشمن چنین تلاشی است. باید به خود بقبولانیم که آنچه انکارش می‌کنیم در مورد سایر اشخاص هم صدق می‌کند و صرفاً منحصر به ما نیست. فصل 5. قضاوت خود. ندای درون. جایی در ذهن ما یک قاضی نشسته است. این قاضی بر همه چیز نظارت دارد. عملکردهایمان، رفتارمان و هم تأثیری را که روی دیگران می‌گذاریم بررسی می‌کند. موفقیت‌ها و شکست‌هایمان را دنبال می‌کند و بعد در نهایت حکمی صادر می‌کند. این قضاوت چنان مهم است که ادراک ما از خودمان را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. سطح اعتماد به نفس و میزان همدلیمان را تعیین می‌کند. به ما این حس را می‌دهد که آیا انسان ارزشمندی هستیم یا برعکس، واقعاً نباید وجود داشته باشیم. قاضی مسئول چیزی است که ما به آن عزت نفس می‌گوییم. رأی قاضی کم و بیش محبت‌آمیز و از روی دلسوزی است، اما مطابق هیچ آیین‌نامه یا اساسنامه‌ای نیست. دو نفر حتی اگر رفتارهای مشابهی داشته باشند، ممکن است در نهایت از سطح متفاوتی از عزت نفس برخوردار باشند. به نظر می‌رسد برخی از قاضی‌ها در مقایسه با سایرین تمایل بیشتری دارند که تصویری اساساً فعال و پویا، قدردان و بخشنده و سخاوتمند از ما ارائه دهند، در حالی که قاضی‌های دیگر تشویق می‌کنند که بسیار بهانه‌جو، اغلب ناامید و مایوس و از همه چیز و همه کس متنفر باشیم. منشأ صدای قاضی درونی به سادگی قابل ردیابی است. این صدای درونی صدای افرادی است که زمانی خارج از ما بودند. لحن آرامش بخش پرستاری مهربان را جذب کرده ایم که با صبر و حوصله زیاد از ما مراقبت می‌کرد و ما را با نام‌های دوست داشتنی صدا می‌زد. یا صدای خشن یک پدر مادر مضطرب و عصبانی، تهدیدهای رعب‌آور یک خواهر یا برادر بزرگ که تمایل داشت ما را از میدان به در کند. زورگویی‌های یک همکلاسی قلدر در مدرسه یا معلمی که راضی کردنش غیر ممکن به نظر می رسید. این صداها را جذب می کنیم چون در برخی لحظات یا موقعیت‌های خاص گذشته آنها بسیار خوشایند و متقاعد کننده به نظر می رسیدند. این شخصیت‌های مقتدر بارها و بارها پیام‌های خودشان را تکرار می‌کردند تا اینکه توانستند بر طرز فکر ما مسلط شوند و آن را تحت تأثیر قرار دهند. چه خوب و چه بد. تمرین: بررسی ندای درون. هنگام گفتن برخی جملات خاص می توانیم صدای درونیمان را بشنویم.
معمولاً وقتی کار احمقانه‌ای انجام می‌دهم به خودم می‌گویم. معمولاً وقتی در کاری موفق می‌شوم به خودم می‌گویم. معمولاً وقتی احساس تنبلی می‌کنم ندای درونم می‌گوید. معمولاً هنگامی که به روابط با جنس مخالف فکر می‌کنم ندای درونم می‌گوید. معمولاً وقتی از دست کسی عصبانی می‌شوم ندای درونم می‌گوید. قاضی درون برایتان حکم مجازات صادر می‌کند یا تصمیم می‌گیرد با شما با مهربانی رفتار کند. در متن هر سوال صدای بیرونی چه کسی به ندای درونی شما تبدیل شده است؟ اهمیت ندای درون. زندگی همه ما تحت تأثیر حس خویشتن دوستیمان قرار دارد. این احساس می‌تواند چنان وسوسه‌انگیز باشد که فرض کنیم با سختگیری و تحت فشار قرار دادن خود می‌توانیم در نهایت به آرزوهایمان جامه عمل بپوشانیم و به فرد موفقی تبدیل شویم. تصور می‌کنیم که ریاضت و سخت گرفتن به خود می‌تواند مانند استراتژی بقا عمل کند و ما را از افراط و تفرید و از گزند خطرات و نابسامانی‌های زندگی حفظ کند. اما اینجاست که روی دیگر سکه برملا می‌شود. فقدان همدلی و عشق به خویشتن کار دستمان می‌دهد، چون تمام هم و غم ما این شده که صبح تا شب قصه بخوریم و ریاضت بکشیم و ناخواسته خودمان را در معرض خطرات بزرگتری قرار می‌دهیم. یأس، افسردگی و اقدام به خودکشی. کسی که خودش را دوست ندارد چطور می‌تواند دیگری را دوست داشته باشد؟ این گونه افراد در برقراری روابط عاشقانه هم با مشکل مواجه می‌شوند، چون یکی از الزامات اصلی عشق ورزی و پذیرش طرف مقابل به میزان محبت و خویشتن دوستی مربوط می‌شود که در طول سالها و عمدتاً در دوران کودکی شکل می‌گیرد. ما به اندوخته‌ای از این احساس نیاز داریم که به ما تلقین می‌کند و به ما اطمینان می‌دهد که به نوعی مستحق عشق و محبت هستیم تا بتوانیم در برابر محبت دیگران به طور مناسب و شایسته واکنش نشان دهیم. اگر خودمان را دوست نداشته باشیم، مهر و محبت اطرافیان در نظرمان ساختگی و حتی به طرز عجیبی توهین‌آمیز جلوه می‌کند. زیرا رفتارشان در ما این حس را القا می‌کند که گویی هنوز درکی از ما ندارند و ما را نمی‌شناسند. بنابراین تا آنجا که به شایستگی و لیاقت ما برای عشق ورزی به طرف مقابل مربوط می‌شود، این میزان متفاوت است و اینجاست که ما به خود ویرانگری دست می‌زنیم و عشقی را که برایمان غیرقابل تحمل و عجیب و ناآشناست رد می‌کنیم و طرف مقابل را که هیچ گونه آشنایی با شخصیت ما ندارد می‌آزاریم و ناامید می‌کنیم. ندای درون. تغییر ندای درون. ممکن است وسوسه شویم و ادعا کنیم که اصلا نباید خودمان را قضاوت کنیم و باید صرفاً خودمان را تایید کنیم و دوست داشته باشیم. اما یک ندای درونی خوب و به همان اندازه مهم واقعاً مانند یک قاضی شایسته است. کسی که باید خود را از بد تفکیک کند اما میتواند مهربان، منصف و دقیق باشد و مسائل را به خوبی درک کند و با علاقه و صبر برای حل مشکلاتمان کمک کند. این به این معنا نیست که ما نباید خودمان را قضاوت کنیم، بلکه باید یاد بگیریم در مورد خودمان قضاوت بهتری داشته باشیم. اگر می‌خواهیم نحوه قضاوت بر خودمان را بهتر کنیم و به عبارت دیگر قاضی خوبی باشیم، باید یاد بگیریم که آگاهانه با خودمان به شیوهی جدید و متفاوت صحبت کنیم. و این به معنای این است که با دیگران به طرز مؤثر تعامل داشته باشیم و با افراد گوناگون و دارای طیف وسیعی از عملکردها و علایق مراوده کنیم. صحبت‌هایشان را بشنویم، با آنها همدلی کنیم، به آنها محبت کنیم و متقابلاً از آنها دوستی و محبت طلب کنیم. در مورد مسائل و مشکلات بحث و تبادل نظر کنیم تا آنجا که صداها برایمان عادی و طبیعی شوند و در نهایت به افکار خودمان تبدیل شوند. رویکرد دیگر این است که صدای خوبی را که در گذشته می‌شناختیم به یاد آوریم و به آن دامنه بیشتری بدهیم. شاید مادر بزرگ یا خاله مهربانی داشتیم که همواره طرفدار ما بوده
و با صحبت‌هایش ما را تشویق می‌کرده است. وقتی همه چیز آنطور که می‌خواهیم پیش نمی‌رود، می‌توانیم از خودمان بپرسیم که اگر فلان شخص الان اینجا بود، به من چه می‌گفت؟ و بعد کلمات تسلی دهنده او را برای خودمان تکرار کنیم. راهکار اصلی دیگر برای تغییر صداها در ذهن این است که سعی کنیم به یک دوست خیالی برای خودمان تبدیل شویم. به طور غریزی می‌دانیم که در عالم دوستی در هر موقعیت از چه نوع کلماتی استفاده کنیم و یا از گفتن بعضی حرفها خودداری کنیم. مثلا اینکه چطور حرفهای تسلی‌بخش و دلگرم کننده بزنیم تا دوستمون را تحت تأثیر قرار دهیم. معمولا یک دوست خوب با انجام دادن 3 کار الگویی می‌سازد که بر اساس آن و به طور ذهنی بفهمیم که برای دوست داشتن خودمان چه کارهایی باید انجام دهیم. اولا، یک دوست خوب تا حد زیادی شما را همان گونه که هستید دوست دارد. او با حسن نیت به شما پیشنهاد و توصیه می‌کند. مثلا در مورد اینکه چگونه می‌توانید تغییر کنید. وقتی پیشنهاد می‌کند که بهتر است روش دیگری را امتحان کنید، قصدش این نیست که به شما اخطار بدهد یا تهدیدتان کند. او قاطعانه تأکید می‌کند که ما به اندازه کافی خوب هستیم، اما همچنین سعی می‌کند برای حل چالشی که احساس می‌کند غلبه بر آن به نفعمان است، با ما متحد شود. دوستان خوب دائما بدون اینکه چاپلوسی کنند، خصلت‌ها و کارهای خوب ما را به خاطر دارند و درباره‌شان حرف می‌زنند. به نظرشان هیچ اشکالی ندارد که به شکلی عجیب و غریب از ما تعریف و تمجید کنند و نقاط قوتمان را برجسته کنند. در حالی که وقتی مشکلی پیش می‌آید، بسیاری از ما به راحتی توانایی‌ها و قابلیت‌های مثبتمان را فراموش می‌کنیم و یا آنها را تضعیف می‌کنیم. به عبارت دیگر خودمان را دست کم می‌گیریم. اما یک دوست هیچگاه در این دام نمی‌افتد. دوست خوب دلسوز است. وقتی شکست می‌خوریم، ما را درک می‌کند و اشتباهاتمان را می‌پذیرد. اگر سستی و یا خطایی از ما ببیند و یا رفتار احمقانه‌ای از ما سر بزند، ما را از حلقه دوستی خود حذف نمی‌کند. دوست خوب ماهرانه می‌گوید که اشتباه کردن، شکست خوردن و خراب کردن کارها مختص یک نفر نیست، بلکه همه ما انسان‌ها در مقطعی از زندگی با شکست مواجه شده‌ایم. همه ما از دوران کودکی با جنبه‌های متفاوتی از شخصیتمان ظاهر شده ایم که به ما کمک می‌کند تا با کاستی‌ها و عیب‌های والدینمان کنار بیاییم و خودمان را با آنها وفق دهیم. این عادت‌های ذهنی اکتسابی یقیناً در بزرگسالی مشکل ساز خواهند شد. با این وجود ما مقصر نیستیم و نباید خودمان را سرزنش کنیم، زیرا اساساً نمی‌خواستیم که این گونه باشد. گذشته از این، ما واقعاً گزینه‌های بهتری هم نداشتیم. دوست خوب می‌داند که شکست‌ها در واقع استثناء هستند. برای شروع از ناکامی‌ها و تجربیات خودش می‌گوید. سعی می‌کند بگوید که مورد ما ممکن است منحصر به فرد باشد، اما ساختار کلی برای همه مشترک است. این گونه نیست که کسی در زندگی شکست نخورد. همه شکست می‌خورند. نکته اصلی این است که ما از ناکامی‌های دیگران بی اطلاع هستیم. شاید بعضی از ما دوست خوبی برای یک غریبه باشیم، اما در مورد خودمان این گونه عمل نمی‌کنیم و این تا حدی کنایه‌آمیز است. خوشبختانه ما مهارت‌های مرتبط با دوستی و رفاقت را در خود داریم. فقط مسئله این است که هنوز از آن مهارت‌ها برای کسی که احتمالاً بیشتر از هر کس دیگر به آنها نیاز دارد، یعنی خودمان، استفاده نکرده ایم. فصل ششم، شک و تردیدهای عاطفی. رسیدن به درکی عمیق از خودمان را می‌توان نتیجه تلاش‌های هماهنگ برای خودشناسی در نظر گرفت، اما به طرز عجیبی
پیامدهای واقعی یا نسبتاً متفاوت است. ظاهراً هرچه ذهن ما را بیشتر بررسی می‌کنیم، بیشتر متوجه می‌شویم که چقدر می‌توانیم تحت تأثیر ترفندهای آن قرار بگیریم و بنابراین بیشتر درک می‌کنیم که چقدر احتمال دارد در موقعیت‌های مختلف در فهم عواطف و نتیجه‌گیری‌ها اشتباه قضاوت کنیم. وقتی در مسیر خودشناسی به این دریافت برسیم که اساساً در مورد خودمان چیزی نمی‌دانیم، موفق شده‌ایم. سقراط این پارادوکس را به این صورت خلاصه کرده است: من انسان عاقلی هستم، نه به این دلیل که می‌دانم، بلکه به این دلیل که می‌دانم که نمی‌دانم. می‌توانیم این نگرش انتقادی نسبت به ذهن را اینگونه خطاب کنیم: تردید در هیجان‌ها. شک عاطفی همان محتاط ماندن در برابر غرایز، انگیزه‌ها، اعتقادات و احساسات قوی است. مغز ما بسیار باهوش است و از قوه استدلال، ترکیب، به خاطر سپردن و تخیل فوق‌العاده‌ای برخوردار است. اما مغز، اجازه دهید به افتخار ظاهرش اسمش را گردو بگذاریم، همچنین ماشینی بسیار ظریف و خطرناک است. به نحوی کاستی‌هایی دارد که معمولاً خودش آن را به ما اعلام نمی‌کند و بنابراین سرنخ‌های کمی درباره مراقبت از فرایندهایش به ما می‌دهد تا با استفاده از آنها بتوانیم خودمان باشیم. بیشتر ایرادهای این عضو گردومانند را می‌توان به نحوه تکاملش در طول میلیون‌ها سال نسبت داد. آماده شدن برای مقابله با تهدیدهایی تکامل یافته که برخی از آنها دیگر وجود خارجی ندارند و در عین حال هیچ شانسی برای نشان دادن واکنش‌های مناسب به چالش‌های بیشماری که توسط جوامع پیچیده‌مان ایجاد می‌شود ندارد. وقتی در مسیر خودشناسی به این دریافت برسیم که اساساً در مورد خودمان چیزی نمی‌دانیم، موفق شده‌ایم. این جمله را بارها تکرار کنید. عیب‌ها و کاستی‌های گردوی معیوب. باید نسبت به وضعیت این گردو دلسوز باشیم و با خودمان همدردی کنیم، اما باید بسیار مراقب باشیم. در اینجا به برخی از مواردی در مورد گردوی معیوبمان اشاره می‌کنیم که باید مراقب آنها باشیم. گردو تحت تأثیر بدن ما است، به طوری که خودش اصلاً متوجه آن نمی‌شود. گردو در درک این که چرا افکار و عقاید خاصی دارد، عملکرد خوبی ندارد. به جای توجه به اینکه ممکن است افکار و عقاید از تأثیر بدن بر ذهن ناشی شوند، تمایل دارد آنها را به شرایط عینی در دنیای بیرون نسبت دهد. معمولاً به نقشی که خواب، مقدار قند خون، هورمون‌ها و سایر عوامل فیزیولوژیکی در شکل‌گیری افکار و عقاید دارند توجه نمی‌کند. گردو در مواجهه با مسائل و موقعیت‌ها به تفسیرهای عقلانی پایبند است که اساساً فیزیولوژیک هستند. بنابراین می توانیم مطمئن باشیم که به جای برگشتن به رخت خواب یا خوردن چیزی برای بالا بردن سطح قند خون، طلاق یا ترک شغل پاسخ صحیح است. گردو تحت تأثیر گذشته است و لاجرم متوجه تحریفات نمی شود. گردو معتقد است که هر موقعیت جدید را بر اساس شایستگی‌هایش قضاوت می‌کند، اما بدون تردید در حال استفاده از الگوهای رفتاری و احساسی شکل گرفته در گذشته است. ممکن است فرض کند که هر فرد مسنی که با او با اعتماد به نفس صحبت می‌کند، قصد دارد تحقیرش کند، در حالی که در واقع فقط یک مرد، یعنی پدرش بود که چنین رفتاری با او می‌کرد. گردو نمی‌تواند خودش را مهار و کنترل کند و با هر اشتباهی هیجان زده و وحشت زده می‌شود. گردو دائما در مورد چیزهایی که برایش مفید نیست هیجان زده می‌شود. قند، نمک و برقراری روابط جنسی با غریبه‌ها در اولویت هستند. دستاندرکاران تبلیغات می‌دانند که چطور از این ضعف شناختی تا حد کمال بهره برداری کنند.
عموماً سردرگمی‌های ما به مسائلی باز می‌گردد که زمانی در محیط‌های ساده‌تر برایمان بسیار مهم و حیاتی بوده است. اما همین رفتارها در موقعیت‌های پیچیده دنیای مدرن باعث هرج و مرج می‌شود. گردو خودمحور و خودبین است. گردو از نقطه نظر خودش یا نگاهی که مدتها در قبیله‌اش رواج داشته به مسائل می‌نگرد و آنها را حلاجی می‌کند. اغلب نمی‌تواند باور کند که راه‌های دیگری برای بررسی یک موضوع وجود دارد. بنابراین از نظرش سایرین لجباز هستند و این مسئله باعث خشم یا ترحمش می‌شود. از منظر تکامل، گردو به تدریج دریافته است که باید بتواند خودش را جای شخص دیگری بگذارد. یعنی یکی از نشانه‌هایش این است که از خواندن رمان لذت می‌بریم. اما این ظرفیت همدلانه هنوز شکننده است و هر لحظه امکان دارد دست به فروپاشی بزند. به خصوص وقتی گردو خسته است و طرف مقابل سعی می‌کند او را به ایده عجیب و غیرعادی ترغیب کند. ویژگی‌های افراد شکاک. افرادی که در نشان دادن هیجان‌هایشان با تردید مواجه می‌شوند، غالباً ویژگی‌هایی دارند. بین احساس و عمل تمایز قائل می‌شوند. انسان‌های شکاک به طور غیرعادی بر اساس احساسات خود عمل نمی‌کنند. فرد شکاک قلمرو ممنوعه‌ای را بین احساسات و اعمال و کنش‌های خود ایجاد می‌کند. شک‌گرایان یونان باستان پس از بررسی عوامل تضعیف کننده ذهن توصیه کردند که هر فرد میبایست نسبت به چیزی که آنها فصل جدید یا نودوران مینامند نگرش تازه‌ای داشته باشد. این نگرش مدارا یا وقفه در قضاوت تعبیر شده است. با آگاهی از تمایل به خطا هرگز نباید در تصمیم گیری عجله کنیم. ما باید ابتدا دیدگاه‌هایمان را تثبیت کنیم تا بتوانیم آنها را در مقاطع مختلف زمانی دوباره ارزیابی نماییم. در این راستا باید به ویژه در مورد تأثیر هیجانات جنسی، خستگی و افکار و عقاید عام در شکلگیری برنامه‌های خود حساسیت زیادی به خرج دهیم. آنها نسبت به عقلانیت خود متواضع هستند. آنها گاهی کاملا آگاه هستند که هر نظر و عقیده‌ای هر قدر هم که منطقی به نظر برسد رگه‌هایی از هیجانات و احساسات در آن وجود دارد و به عبارتی در واقع برده احساسات ما است. فرد شکاک اعتراف می کند که نمی تواند از اینکه آنچه را که احساس می کند واقعا درست است مطمئن باشد. رفتار متواضعی از خود نشان می دهد. نظرات طرف مقابل را با آمادگی بیشتری پذیرا می شود. اعتراف می کند که امکان دارد افکار و ایده های طرف مقابل نسبت به ایده هایی که در ابتدا آنها را غیرقابل قبول می دانست بهتر و منطقی تر باشند. بدبینی و بدگمانی آنها باعث می شود که نسبت به دیگران سخاوتمندتر و در ادعاهای خود متواضع تر باشند. برای تجدید نظر در باورها و نگرش‌هایشان آمادگی دارند. ممکن است همین الان نسبت به چیزی کاملا مطمئن و متعهد باشند، اما می‌دانند که نتیجه گیری‌هایشان موقتی است. آدمی که نسبت به هیجان‌هایش تردید دارد، می‌داند که ایده‌ها و نظرات بیشتری در ذهنش وجود دارد که همیشه می‌تواند به آنها دسترسی داشته باشد و بنابراین در مورد موقعیت‌های اولیه خود محتاطانه عمل می‌کند. همگی ما در برابر تحریف عاطفی آسیب پذیر هستیم. در واقع این ضعف نتیجه عدم تطابق بین سیستم استدلالی است که تاریخ تکامل به ما واگذار کرده است و ماهیت پیچیده وظایفی است که زندگی ما را با آنها به چالش کشیده است. نمی توانیم به طور کامل هویت خود را از نو بسازیم. ناگزیر تحت تأثیر خودخواهی، حسادت، غرور زخم خورده، فرافکنی و فوران وحشت و خشم خواهیم بود. به عبارت دیگر، ما باید بنابر حکم طبیعت از طریق مکانیسم یک مغز معیوب که چه بسا عملکردهایش گاهی فاجعه آمیز باشد، دنیای پیرامون خود را بشناسیم و به زندگیمان سر و سامان بدهیم.
بنابراین نتیجه میگیریم که برای غلبه بر شک و تردیدهای عاطفی و به منظور خنثی کردن اثرات سوء آن باید بپذیریم که تاکنون از طریق دریچه‌ای بسیار غیرقابل اعتماد و تحریف شده به واقعیت نگریسته‌ایم. بنابراین باید اغلب قضاوت را به تعلیق درآوریم. مراقب رژیم غذاییمان باشیم و تلاش کنیم تا به قدر کافی استراحت کرده و فکر و ذهنمان را آزاد کنیم. سرانجام خودمان را بهتر خواهیم شناخت. زمانی که تصویری کامل از دانسته‌هایمان داشته باشیم، یقیناً به این نتیجه می‌رسیم که هر موضوع جنبه‌های دیگری هم دارد و بنابراین هنگام اظهار نظر فروتن و متواضع خواهیم بود و از پذیرش ایده‌های مخالف استقبال می‌کنیم. پایان کتاب خودشناسی